خب بچه‌ها یه بار دیگه مراقبت‌های بعد از میکرو رو یکی بهتون توضیح میدم، چون تو کامنت خیلی دیدم که داشتین ازم می‌پرسیدین. بعد از انجام میکرو 3 روز نباید به هیچ عنوان به ابروهاتون آب بخوره. حتما باید از پماد یا ویتامینی که بهتون گفته میشه در صورت نیاز و به صورت خیلی کم، اگه حالت کشش تو پوستتون داشتین و اذیتتون میکرد، به صورت تپ تپ روی ابروهاتون بزنین. و اینکه به هیچ عنوان بلیدتون رو، یعنی بعد از استحمام، چون اون پوست میخواد خودش رو ترمیم کنه، باعث خارش میشه، به هیچ عنوان پوستتون رو نخارونید. اگر نیاز باشه باز از پماد یا ویتامینی که بهتون گفته شده به صورت تپ تپ و خیلی کم و جزئی، خیلی چربش نکنید، استفاده کنید، ولی اصلا ابروتون رو نخارونید. سعی کنین تو این چند روز استخر نرین و وقتی بیرون میرین از ضد آفتاب استفاده کنین، ولی سعی کنین ضد آفتاب به ابروتون زیاد نخوره و آفتاب مستقیم به ابروتون نخوره. و لطفاً بعد از اینکه، یعنی این 3 روز گذشت و میخواین دوش بگیرین و صورتتون رو بشورین، لطفاً ابروتون رو دیگه نسابین. خیلی آروم با شوینده‌ای که دارین صورتتون رو آروم بشورین و قسمت ابرو رو خیلی آروم ماساژ بدین. و کلا سعی کنین چه قبل و چه بعد انجام میکروتون دخانیات و الکل رو خیلی کم استفاده کنین تو این چند روز. خب خوشگلای من، اگر این چند تا مورد رو که گفتم کاملا رعایت کنین و پیگمنترتون کارتون رو درست انجام داده باشه، خطوط خیلی باقی میمونه، یعنی ریزش خطوط خیلی کم خواهد شد. اما حتما 3 هفته یا 1 ماه بعدش حتما برای ترمیم باید تشریف بیارین. یعنی ترمیم جزء ملزومات کار هستش که کار رو فیکس میکنه.